أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آثار المعصية الظاهرة والباطنة. أثرهای گناه ها ظاهرا یا که باطنا. اثرها و نشانه های گناه یا با حواس خمس با چشم دیده می شود یا که با حواس خمس دیده نمی شود. حواس خمس مثل دیدن، شنیدن، لمس، طعم را دیدن، شامیدن و اینها غیر از این پنج چیز باطنی شمارده می شود. ظاهری آن چیزی که دیده می توانیم، باطنی آن چیزی که ما با چشم دیده نمی توانیم، با دست قبیله نمی توانیم. مثل اینها، یعنی از این سرلوحه فهمیده می شود که اثری گناه ظاهری است یا که باطنی است. و علم، پس بدون ان المعصیت تتضمن نقض العهد. معصیت یعنی که گناه کردن، به دیگر تعبیر نافرمانی کردن به امرهای الله و نهیهای الله، نافرمانی کردن، سخنان الله را گوش نکردن، یعنی که گناه شمارده شد. این گناه تتضمن همراه خود میبیارد نقض العهد، شکستن قسم را، شکستن پیمان را که ما پیش از به دنیا آمدن در ازل با الله عهد کردیم، قسم یاد کردیم که ما تمام امرهای تو را به جا میبیاریم و از نهیهای تو دور میشویم، از حرام دور میشویم، از به حلال چنگ میزنیم. گفته ما همراه الله عهد کرده هستیم. هنگامی که انسان گناه میکند، نافرمانی میکند، در این حالت عهد خود را شکسته میشود. و تحلیل عقد الود، از دست دادن دوستی با نافرمایی کردن، گناه کردن انسان بین پروردگار و انسان یک محبت است، صمیمیت هست، خرسندی هست که رحمت است که این رحمت، این خرسندی از بین می رود با سبب امین معصیت کردن، گناه کردن، نافرمانی کردن. والایثار علی المولا، بر دیگران او را عوض کردن برمیان میبیاید. با گناهی کردگیش امرهای خداوند را عوض میکند بنده. بله. و طاعت للهوى، اطاعت به خواهش های نفس پیدا می شود. اطاعت به خواهش های نفس خود پیدا می شود. این النفس لاماره بالسوء، نفس انسان را هر دائم سحر، شام، شب بگه خورد است، کلان است، زن است، مرد است، در تمام حالت ها، حتی در عبادت هم باشد، نفس انسان را به گندگی، به چیزهایی که خداوند نهی کرده است، نکن گفته است، به همون چیز امر میکند. نفس انسان از 40 شیطان هم، از 40 شر هم بدتر است. بله. و خلع جلباب الحیاء، بیرون انداختن کرته حیا به میدان میبیاید. و المبادره لله بما لا یرضى، انجام دادن کارهایی که پروردگار خداوند از آنها راضی نیست. بله. این عملها، این رفتارها، این کردارها، اخلاقها به میان نمیاد. هنگامی که انسان به امرهای خداوند نافرمانی میکند، برابر با این خطرهای زیاد به میدان میاد، به حیات این بنده داخل می شود. حیات این بنده دیگرگون می شود با کردن یک کار خطا اگر توبه نکرد. مع ما فی ذلک من الاثار الظاهره، نافرمانی، گناه کردن به خدا نشانه های ظاهری دارد، نشانه هایی که عیان و بیان با چشم دیده می شود، با حسیات فهمیده می شود. از اینها یک اینها را، یعنی یک چند تاش را مثالش را می خوانیم. من ظهور الکدورة فی الاعضاء، آلوده شدن اعضا به گناه. تمام اعضای دست و پا، چشم و روی انسان گناهکار چی می شود؟ به نور می شود هنگامی که به گناه دست می زند. اثرهای گناه در روی انسان پیدا می شود. اثر یک شخصی که دزد است یا یک شخصی که زناکار است، اثر این زنایش در چشم این انسان عیان و بیان می شود. مادر پدر انسان می فهمد. بله. و الجمودة فی العین، گریه کردن از بین می رود. هم زن هم مرد هم گریه می کند، لیکن مردها در تهجد، در نماز شبی گریه می کنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که آیات میخوندن گریه میکردن. بله. از ترس، از فهمیدن این معنای آیات گریه میکردن. ولی ما در این زمانه خود فقط اعتبار میدهیم به اون شخصانی که قرآن رو فقط از یاد کرده هستند ولی که نمیفهمند. قرآن از یاد کردن سنت است، مستحب است حتی، لیکن عمل کردن با آیات هایی که الله برای ما نازل کرده شده است فرض است. کم های گوناگون دارد، لیکن عمل کردن از یاد کردن هم به است. قرآن رو هنگامی که از یاد کرده انسان نصف علم را تمام گرفت، لیکن هنگامی که نمیفهمد چیزی که از یاد کرده وای رو از حرام و حلال، از حرام دور نمیکند، به حلال تیله نمیدهد. اخلاق صحابه کرام همین بود که 10 آیات رو میگرفتن، از یاد میکردند، میفهمیدن، عمل میکردن، فکر میکردن حول این آیات، اطراف این آیات و حیات خود رو دیگرگون میکردن موافق این آیات
تبدیل میدادن حیات خود را، بعد به دیگر آیت میگذاشتند. الله برای ما هم همین خصوصیت، همین چیزی که بهترتر است، بهترین است، تابع شدن برای هر یکی ما و شما الله نصیب میسر گرداند. آمین. والکسل فی الخدمت، سستی در عبادت ها سستی کردن، تنبلی کردن. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا میکنن اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن و اعوذ بک من العجز والکسل و اعوذ بک من الجبن والبخل و اعوذ بک من غلبة الدین و قهر الرجال. پیامبر صلی الله علیه و سلم در هر یک حال دعا داشتن، دعا میکردن. بدون دعا نمیشه. دعا هم با سخن و با عمل باید باشد. با سخن دعا کردیم خداوند برای من نماز خواندن، 5 وقت نماز و تهجد رو نصیب گردان گفت، هم دعا میکند هم عملا میخیزد و باید این نمازش رو خواند. یا که از خداوند پرسید که هر روز یک جز میخونم، برای خواندنم برای من یاردم ده، باید خیزد و خواند. هم دعای قولی هم دعای فعلی رو به انجام دهد. فقط دعای قولی کافی نیست. والکسل فی الخدمت و ترک الحفظ للحرمت، پرهیز نکردن از حرام. این یک خصوصیت مسلمان است که از حرام حذر میکند، دور میشد، پرهیز میکند، فکر خود و قلب خود رو دور میکند. لیکن هر یکی مسلمانایی که در این زمان زندگانی میکنند، خصوصا جوان ها در دست تلفن دارند، نمیتوانند که خود را از این حرام چیزهایی که نامحرم است خود را دور کنند. این چیزهای نامحرم، چیزهایی که حرام است، شریعت برای ما حرام افتاده است، مثل چیز عادی شده است. تماشا میکنند، هیچ استغفار نمیکنند، فکر میکنند که تاثیرات منفی، تاثیرات مینوس ندارد، فکر میکنند. لیکن این چیزها حرام است. انسان باید یک حساسیت پرهیز کردن از حرام را، این اخلاق و این ادب را داشته باشد مسلمان. یکی از اخلاق های مسلمان است و ظهور کشف شهوات، خرس بررسیدن به خواهش های نفس که از اثرهای ظاهری گناه است. هر دم میخواهد که به چیزهایی که نفسش خواهان است با انجام بیارد، میخواهد، سیر نمیشود از این چیز. و ذهاب بهجت الطاعات، از عبادت لذت نبردن و شاد نگشتن به میدان میبیاید. این اثرهایی که ما ذکر کردیم 6 اثر، این اثرهای گناه است و اثرهای ظاهری است، اثرهایی که دیده میشود و فهمیده میشود. خداوند از این اثرها ما و شما و نسل ما را دور گرداند. این خصوصیت، این معلومات هایی که در کتاب نوشته شده است، فهمیده عمل کرده، پهن کردن را برای هر یکی ما و شما کسانی که گوش میکنند میشنوند میسر گرداند. آمین، موفق گرداند. پس به اثرهای باطنی میگذاریم. و اما الاثار الباطنه، علامت های باطنی که انسان نافرمانی کرد، گناه کرد، به الله عاصی کرد، سرکشی کرد، این یک اماره های، نشانه های، علامت های باطنی هم دارد. فالقسوات فی القلب، سخت شدن قلب، تنگ شدن قلب مثل سنگ می شود، رحمت ندارد، مرحمت ندارد، نیکی ندارد، خنده ندارد قلب. برای این سبب های این اثر گناه است. و معاندت نفس، پافشاری نفس، عناد، سرکشی نفس هر دائم میخواهد که گناه کند، یعنی که سرکشی میکند از عبادت، از جایهایی که نافله است، از جایهایی که مستحب است، از جایهایی که فرض است، واجب است، از جایهایی که ادب هست، سرکشی میکند، دور میشود، انسان رو میکشد به طرف گناه، میکشد به طرف زنا، میکشد به طرف های معلا، یعنی چیزی که فایده ندارد، سخنهایی که فایده ندارد، جایهایی که فایده ندارد، نه به دنیای این بنده نه به آخرت این بنده، به همون طرف میکشد. و ضیق الصدر بالشهوات، فشار و تنگ شدن قلب به سبب خواهش های نفسی، خواهش ها نفس، قلب به سبب این خواهش ها تنگ می شود، فشار به فشار می بیاید. و فقدان حلاوت الطاعات، از بین از دست رفتن لذت های عبادت میکرد، پیش از گناه کردن عبادت میکرد، یک لذت، یک طعم، یک حلاوت میگرفت. بعد از گناه کردن این لذت ها، این طعم ها، این فیض و محبت ها از بین میخیزد، میرود. و ترادف الاغیار المانعه، پای در پای آمدن چیزهایی که قلب رو ویران میکند و نور خداوند را دور میکند. و ترادف الاغیار المانعه من بروق شوارق الانوار و استیلاء دولة الهوا، پر شدن قلب با خواهش های هوا یعنی که اراده خواهش نفس در قلب پر میشه. قلب را وقتی کشاده دیدید، پر خواهش های نفس در قلب پر شده است. چیزی که نفس میخواهد، چیزی که نفس میل میکند، طلب میکند، قلب پر اینها شده است. برعکس قلب باید با ذکر الله پر باشد که تا اینکه مطمئن شود، تا اینکه راحت شود، به حضور رسد. الی غیر ذلك من ترادف الارتیاب، پای در پای آمدن شبهه ها به دل. و نسیان المآب، فراموش کردن آخرت. و طول الحساب، و فراموش کردن آخرت و حساب و کتاب روزی
چیزی که آید به هر یک سری مسلمان می آید. بله برادران و خواهران عزیز، خواندیم عباره عربی را و خواستیم که شرح کنیم. الله از این شرح که ناقص است، فهمیش عمیق چقدرتر برای هر یک ما و شما نصیب گرداند. الله علم، عمل، اخلاص و ثبات را بر هر یک ما و شما، به نسل ما و شما نصیب گرداند. از این سخنها استفاده کردن را، فهمیدن را، عمل کردن را برای ما و شما میسر و آسان گرداند. و الحمدلله رب العالمین.